و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز و گرامی، در مورد دعاهای قرآنی در عموما مقصد یک کلمه دیگه قوش کردن یا اینکه بعضی دعاهای معصوره هست که از نبی اکرم علیه السلام آمدگی است در اونها قوش کردن چه خیلی است. برادر عزیز، بهتر همه که خوش کردن نشود. اگر که محبت ذکری نام ذات پاک باشه، اگر مثال همه اللهم را پیشکی بگه 10 بار بگه، بعد مثال دعا را کردن بگیره، یا که مقصد محبت مقصد ذکر یاد خداوند در قلبش هست، در زبانش آوردن است، میشه تسبیح را بگیره خود ذکر کنه. در بعض آدم میگن که خیلی محبت دارم که ذکر کنم. محبت داری ذکر کن خوب، لیکن محبتت باید تغییری یک مثال امر از امور شریعت نشود. چون که هارون رشید میگه در نزدش یک شخصی آدم اهل فضل آمد، خیلی شیشتن صحبت کردن، خیلی چند نفره بودن. من میگه وقتی دعا کردن میگه دعا فرمیدن، گفت دعا کنین. من میگه دعا کرده که دعا کرد، اما صاحب فضل ده که آدمی کلان سالتر و بزرگتر بوده، دعا کرده، هم دعاها را کم ترک تغییر داده ده. دعاهای معصوره را بعضیش هم خیلی اللهم آورده، بعضیش ده جوش ده دیگه آورده، بعضیش ده مقصد که مفرد بوده جمعش آورده. مثلا اللهم ارزقنی علما نافعا و حفظا کاملا، یعنی دعا که بر خدا بر من مقصد هم خیلی عطا کن. بعضی دعاها با معنای جمعی که خدا بر ما هم خیلی مقصد نعمت عطا کن. بعضی دعاهای معصوره با مثال چی آینده با شماره تنها هستن، بعضیش با شماره جمع است. بعد همه حضرت هم دعاهایی که با شماره تنها بوده هم را جمع کردی ذکر کرده. هارون رشید بعد مجلس گفته که حضرت گفته از اینه که ما را در دعا قوش میکنی، مقصد دعاهای معصوره که به عدد یک آمدگی، از اینه که ما را در او قوش میکنی، همون دعا را تغییر نده، او بهتره. گفته نه که مقصد ما هم گفته شریک بدن در همین دعای، انشالله ما اجر میگیریم، لیکن تغییر نده دعا را. گفته همین خیلی هارون رشید خلیفه از خلیفه های اسلامی هم خیلی چی کردگی بوده است، مرحمت کرده، هم خیلی لطف کرده است که شما تغییر ندین. یعنی بهتر همون است که همون چه خیلی هست همون ربنا گفته بره و مثال دیگه تغییر نده، بهتر و خوبتر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.